توی این کلیپ خیلی خیلی مهم میخوام 2 تا تکنیک بی‌نظیر براتون بگم. بچه‌ها این کلیپ فوق‌العاده است. برای اینکه من انرژی بگیرم همین الان لایک کن، برای 2 نفر بفرست و برام بنویس پول به غیر الحساب. به غیر الحساب یعنی بی‌نهایت. بچه‌ها خداوند چون خودش بی‌نهایته میتونه به ما بی‌نهایت نعمت، ثروت، برکت و اتفاقات خوب برای ما به وجود بیاره. ولی ما باید باور کنیم دیگه. خداوند خودش میفهمه، میگه به هر کس بخواهم میتونم ببخشم، بی نهایت میتونم روزی بدم. اولین تکنیکیه که میخوام بهتون یاد بدم، انجامش بدید، اتفاقات خیلی خیلی خوبی براتون میفته. 21 روز این تکنیک بی‌نظیر رو انجام بده، ببین درهای رحمت و ثروت و برکت و اتفاقات عالی خداوند به روی تو باز خواهد شد. مطمئن باش. چرا؟ چون آیات خداونده، اگه هی بخونیمشون، هی تکرارشون کنیم، باور میکنیم. میدونی ایمان با تکرار و استمرار به وجود میاد. ایمان با نتیجه به وجود میاد. شما بیا برای آرزوهای کوچیکت بنویس و بعد شروع کن ای ایمان زیاد شد نتیجه گرفتی برای آرزوهای بزرگتر بنویس. اولین تکنیکمون سوره آل عمران آیه 37 که میای توی ورق کوچیک، یه ورق کوچیک برمیداری، این آیه 37 سوره آل عمران رو شروع میکنی تو اون نوشتن که میگه ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. خدا به هر کس بخواهد روزی بی حساب میدهد. به غیر الحساب یعنی اصلا نتونی حساب کتاب کنی، اینقدر بهت پول میده، مثل برف و بارون بر سرت میباره. ولی به شرط اینکه ایمان داشته باشیم بهش دیگه. به شرط اینکه ایمان داشته باشیم میتونه این پول رو به ما بده. حالا میای چیکار میکنی؟ تو این تیکه برگه نوشتی. ببین من تو این برگه نوشتم، بعد پشتش هم مبلغی که میخوای. مثلا من نوشتم برای همین 21 روز مثلا 5 میلیون خدایا به من پول بده. یه چیز بنویس که بتونی باور کنی، ایمان زیاد شه، برای چیزهای بزرگترم بتونی بنویسی. اولش مثلا من با 5 تومن شروع کردم. میای میذاری توی کیف پولت، اینو میذاری توی کیف پولت، بعد شروع میکنی توی 2 تا تایم خیلی خیلی طلایی وجود داره. توی اون 2 تا تایم شروع میکنی این آرزوت رو مرور کردن و شروع میکنی 10 بار از این آیه به همراه معنیش میخونی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. سوره آل عمران آیه 37 شو شروع میکنی هی خوندن 10 بار با معنی و شب موقع خوابیدن و صبح به محض اینکه بیدار شدی شروع میکنی این کار رو انجام میدی. بچه‌ها این نکاتی رو که بهتون میگم حتما دفتر بردارید. تکنیکایی که بهتون میگم حتما توی دفتر بنویسید. به خدا گنجن، نتایج خیلی خیلی عالی میگیرید. من اینها رو دارم براتون میگم، ولی با ایمان انجام بدید بچه‌ها نتایج شگفت انگیزی میگیرید. بچه‌هایی بودن شرکت کردن توی دوره‌های ما، اومدن و اتفاقی که براشون افتاده، اومدن اتفاقات خیلی خیلی عالی براشون افتاده. خونه خریدن، ماشین گرفتن، پول به غیر الحساب خیلی زیاد براشون باریده اومده، ایده ها، فکرهای خیلی عالی به سرشون اومده و اتفاقات خیلی خوبی براشون افتاده. به خاطر همین با ایمان این تمرین‌ها رو انجام بده، تکنیک‌ها رو انجام بده، ببین چقدر اتفاقات خوب برات میفته. و نکته دیگه این که اون 2 تا تایم طلایی رو بچه‌ها خیلی خیلی مهم بدونید. این کاغذی که نوشتی لای کیف پولت گذاشتی رو شبها موقع خوابیدن بخون 10 بار با معنی بخون. صبحها به محض اینکه بیدار شدی 10 بار با معنی بخون و آرزوت هم تکرار کن. انشالله 21 روزه کلی اتفاقات خوب برات میافته و میای اینجا برای من کامنت میذاری میگی تکنیک اولت قوقا بود و نتایج عالی گرفتم. و مطمئنم از این تکنیک نتایج خیلی خیلی بی‌نظیری میگیری. اما تکنیک دوم، این تکنیک اول بود. تکنیک دومم خیلی قدرتمنده بچه‌ها. یکی از آیات بی‌نظیر قرآن تکنیک دوم که شما میچسبونی به اتاق خوابت. پس چیکار میکنی؟ میای این سوره طلاق آیه آخر آیه 2 و آیه 3 سوره طلاق رو میچسبونی به اتاق خوابت. شبها موقع خوابیدن 10 بار 20 بار هر چقدر تونستی میخونی با معنی و میخوابی. میخوام مرور کنی هی سوره طلاق رو بخونی و اتفاقی که میفته اون معنیشو میخوام باور کنی. و اگه معنی این 2 تا آیه رو باور کنی، این 2 تا تکنیک رو باور کنی، به خدا قسم از زمین و آسمون برات خواهد بارید.
سوره طلاق آیه 2 و 3 چیه؟ آیه 2 آخرش میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. میگه و هر کس از خدا پروا کند خدا برای او راه خروج قرار میدهد. یعنی چی؟ یعنی خدا خارجت میکنه از مشکلاتت، از تنگ دستی، از اتفاقات منفی که داره برات میفته. رابطه خوب بهت میده، سلامتی بهت میده، ثروت بهت میده و اتفاقات عالی بهت میده. این قسمت دوش بود، آخر قسمت دوش بود. حالا آیه 3 سوره طلاق چی میگه؟ میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. میگه و او را از جایی که گمان نمیبره. بچا 1000 بار به خودت تکرار کن، از جایی که به گمان من نمیآید، از جایی که فکرش رو نمی کنم. خیلی ها میگن چجوری خدا میخواد به ما بده. تکرار کن که خداوند توی قرآن گفته از جایی که به فکر تو نمیرسه، به مخیله تو نمیرسه، من به تو روزی میدم. بنده من، تو نگران چی هستی؟ خدا خودش تو قرآن گفته از جایی که به فکر تو نمیرسه. من این رو روزی 1000 بار با خودم به خدا تسبیح بر میدارم، شروع میکنم روزی 1000 بار با خودم میگم خدا از جایی که به ذهن من نمیرسه، به فکر من نمیرسه، به من روزی میده. 1000 بار با خودم میگم. زمانی که شک میکنم، شیطان شک میندازه تو وجود ما و شک میکنیم، میگم خدا از کجا میخواد به ما روزی بده. و روزی 1000 بار با خودت این آیه 3 سوره طلاق بی‌نظیره، محشره. بگو خدا از جایی که به ذهن من نمیرسه به من روزی میده. من روزی 1000 بار با تسبیح میگم. بگو بذار باورات عوض شه. بذار این فکر شیطانی که فکر میکنه خدا نمیتونه به تو روزی بده، این بره کنار و خداوند بیاد و برات روزی بده و اتفاقات خوب رو برات به وجود بیاره. پس و او را از جایی که گمان نمیبرد روزی میداد و هر کس بر خدا توکل کند. ایمان رو داره میگه اگه ایمان به خدا داشته باشی خدا برایش کافی است. چقدر قشنگه این آیه. میگه خدا برای کسایی که بهش ایمان داشته باشن، توکل بهش کنن، کافیه. دنبال چی هستی؟ و جالبه واقعا خدا برای ما کافیه. برای اینکه به ثروت برسیم خدا برای ما کافیه. برای اینکه به نعمت برسیم خدا برای ما کافیه. برای اینکه اتفاقات قشنگ تو زندگیمون بیفته خدا برای ما کافیه. و خدا فرمان و خواستش را میرساند و یقینا برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده است. یعنی چی؟ یعنی خداوند اگه بی نهایت ستایشش کنی، اگه توکل داشته باشی، اندازه‌ای که برای تو قرار میده بی نهایت ها. یعنی به تو بی نهایت میده و برای هر کسی اندازه‌ای قرار داده. دقیقا همینه، برای هر چیزی. چقدر به خدا ایمان داری، اندازه ایمانت بهت میبخشه. خیلی جالبه. اومده حجت رو تموم کرده، گفته میدونی چقدر بهت میبخشم؟ اونقدر که شجاعت داری. شجاعت خیلی مهمه. اونقدر که جسارت داری، اونقدر که نمیترسی بهت میبخشم و بهت روزی میدم. اونقدر که منو باور داری تو زندگیت، کنارت هستم. چقدر به خدا ایمان داریم، چقدر باورش داریم که میتونه زندگی ما رو کن فیکون کنه، زیر و رو کنه. بابا خداوند قدرت کن فیکونی داره. توی یه لحظه میتونه بهترین اتفاقات رو برای ما به وجود بیاره. بچه میگم مسیرش به این صورته که نتایج کوچیک رو ببینیم، ما هی نتایج کوچیک بگیریم و اتفاقات بهتر برامون بیفته. پس 2 تا تکنیک گفتم. اولیش سوره آل عمران آیه 37 بود. توی کیف پولت قرار میدی و هر جا که ایمان ضعیف شد میخونی. توی گلدن تایم هم بخون حتما، وقت طلایی. یعنی صبح موقعی که بیدار میشی، به محض اینکه بیدار شدی 10 بار 20 بار بخون با معنیش. و شب هم موقعی که میخوای بخوابی 10 بار 20 بار بخون، بعد بخواب. بعد دومیش هم سوره طلاق آخر آیه 2 و آیه 3 رو برات گفتم که این آیه 2 و 3 رو چیکار میکنیم؟ شب موقع خوابیدن تو همون گلدن تایم بخون، تو اتاق خوابت بچسبون. شب موقع خوابیدن 20 بار 30 بار 10 بار از روش با معنی بخون. صبح هم بیدار شدی، به محض اینکه بیدار شدی 20 بار 30 بار از روش بخون. بذار اون باور خوشگله شکل بگیره در تو که خداوند میتواند زندگی ما رو کن فیکون کنه و برای ما بهترین ها رو به وجود بیاره. و انشالله که خداوند بهترین ها رو براتون به وجود بیاره. بچه ایمان خیلی مهمه، توکل خیلی مهمه. خودش گفته
من برای هر چیز اندازه قرار دادم. اندازه تو چقدره؟ اندازه تو پیش خدا چقدره؟ چقدر باورش داری؟ خدا چقدر پیش تو اعتبار داره؟ اعتبارم یه شبه کسب نمیشه. اعتبار رو آروم آروم باید کسب کنه. یعنی تو پیش خداوند اعتبار تو آروم آروم باید کسب کنی. پس این تمرین ها رو انجام بده، این تکنیک ها رو انجام بده. به خدا قسم اینا بهت اعتبار میده، اینا به ما اعتبار میده و پیش خدا آبرو جمع میکنی. و اتفاقی که میافته خدا دیگه آبروی ما رو نمیبره، اتفاقات عالی برای ما به وجود خواهد آورد. بچه این کلیپ خیلی مهم رو برای 2 نفر بفرست، حتما لایک کن و حتما بنویس که پول به غیر الحساب. و این پول به غیر الحساب رو باور کنی خدا شاهد برات به وجود میاد. میدونیم ما یاد گرفتیم، حضرت علی علیه السلام خیلی جالب میفرمایند الرزق و رزقان، میگه رزق 2 نوعه. یه رزقیه که تو دنبالش میدوی، یه رزقی هستش که اون دنبال تو میدوه، التماست میکنه، میگه تو رو خدا بیا منو بگیر، بیا این پوله برای توه. اون رزق دومو خدا به کسایی که ایمانشون زیاده، توکلشون زیاده، صبرشون زیاده به اونا میده. عجول باشی، صبر نداشته باشی، پس کی میاد تو زندگیم، خسته شدم، اینطوری بگی خدا بهت نمیده. و از کجا میخواد بیاد؟ از جایی که به فکر تو نمیرسه. سوره طلاق آیه 3. و از جایی که به فکر تو نمیرسه خداوند میتونه به تو روزی بده. الرزق و رزقان، کدوم رزقا میخوای؟ آیا رزقی رو میخوای که بدبختی بکشی برات یه ذره باشه و استفاده کنی سریع تمام شه؟ یا رزقی میخوای که بی نهایت باشه؟ اگه بی نهایت رزق میخوای باید بی نهایت ارتباط با خدا خوب باشه و روی این ارتباط کار کنی، هر روز تمرین کنی، هر روز مناجاتش کنی، هر روز ازش بخوای و هر روز منتظرش باشی که تو زندگیت بیاد و برات قوقا کنه. به خدا قسم هر روز بهش میگم خدایا امروز روزی نو میخوام و میخوام امروز وارد زندگی من بشی، فقط امروز، و برای من قوقا کنی، سورپرایزم کن. و هر روز که بلند میشم اینو میگم به خدا، صحبت کن باهاش، مطمئن باش جواب تو میده. گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. گر نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. میبینی اتفاقات خوب برات میفته. بله اتفاقات عالی برای ما میفته، حتما مطمئن باشیم. و این کلیپ مهم رو حتما بارها و بارها ببین، پر از آگاهیه و نکات مهمش رو یادداشت کن. دوستتون دارم، خدا نگهدار.